باید خود بخون ماما صاحب، باید سرکوی قدیمه بخون. ماما صاحب منده نباشی. زنده باشی، خوبی بخیر. بخیر سلامت باشی، بخیر جوره باشی. بخیر. سکار منی ماما صاحب. نه شبتال درامون. شبتال انی؟ چی از چی وقت آمده بودی؟ حالا ساعتای 8 هفتینی منطقه بود که آمده. صبح تنهایی؟ آره تنهاییم دیگه. خب ایره برای زمستان مو بری یا هم برای فعلا استفاده نه می؟ نه برای زمستان، برای گاو، برای مال. اینا دیگه درامون جایزی میخوایی که یا لوبیا یا جواری باید کشت کنی. چطور آب هسته به نظر منی؟ آب فضل خدا است. سر خیرین خوبه، دو سه سال آب خیلی خوب شد. خب لوله کشی کده؟ لوله کشی که داره بسیار آب. از این پیش که بود ما یک قوت شبتال کش نمیتونستیم، از 2 سال در این شبتال کشت منی، جایشی باز لوبیا کشت منی یا جواری کشت منی. خب چطور وضعیت روزگار زندگی؟ والا تیر میشه خوبه. میگذره. خدا را شکر میگذره. این مردم زراعت زیادتر منه، مهاجره یا مالدار چی رقم؟ مالداری هم داره، زراعت هم داره. زراعت خو آبش کم بوده، 2 سال لوله کشی که آبش خوب شده. بازم آب داره، آبش بهادر موره 5 ماه 6 ماه یک جوری درست شونه که می آب ذخیره شونه. خیلی زمینی این منطقه زمین که فراوانه، مقصد آبش کمه. خب تشکر ماما صاحب. شکر، سلام.